من کمی زیاد رو به تصوف خصوصا شعرهای مولانا رو زیاد میخونم. یکی از چیزایی که مثلا من همیشه فکر میکنم در این جمله که ما همیشه خورد به افغانستان کلان میشیم، همه خوش داریم رئیس جمهور بشیم، قسمی که شما گفتیم همه سیاست از این خوردی خانه یاد داریم تا زمانی که به هر جایی میرسین. اگر معلم هم هستیم، سیاست مداریم، اگر انجینر هم گفتن شما، به هر چیزی خود ربط میدیم. باز همیشه من یک جمله بود که همیشه فکر میکردم که از مولانا میخوندم، میگفتم چی معنی میده. میگفت که من دیروز هوشیار بودم، میخواستم جهان تغییر بدم، امروز خردمند شدم، میخوایم خود تغییر بدم. بسیار دقیق. یعنی همه چیز از خود آدم شروع میشه. پس جامعه مثل افغانستان که مثلا همه ماییم که هر کار رو بکنیم، گفتن شما مهمترین چیزی که خود ما به مراه خود راسته برین، که حداقل امو بافت خود درست بریم، بافتای دیگه خود آیسته آیسته شما یاد میگیرن درست بشن. اگر کلگی همین مفکوره را داشته باشه، خود جور کنه، طبیعی هر خانواده خودش جور شده، کشور جور است. بله. مثالای بسیار خرد کوچک وجود داره. در مجلس ها، در برنامه با رفیقا و دوستان میشیم زیاد صحبت ها از همون جایگاه خود به مراتب فراتر ما انتقاد میکنیم. ما صدا بار گفتیم صحبت ها سر سیاست، ما میگم برادر، تا که ما حاکمیت مطلق سر خانواده خود، چیزی را که میخوایم، چیزی را که میفهم به خیر خانواده و اولاد، تا که من در اونو موفق نشم، ما کوشش نمیکنم که سر همسایه خود گپ بزنم که همسایه ما چرا است. اول از اونجا آدم شروع کنه، اول خدا بسازه، بعد از خانواده خدا بسازه. اگر هر کسی ذهنیت داشته باشه، من فکر کنم وطن هم به می روند نیاز داره.